جوانهای 20 ساله و 22 ساله و 25 ساله میتوانند امیرالمؤمنین را الگوی خودشون قرار بدهند. چرا؟ چون او کسی بود که در 23 سالگی که پیغمبر اکرم در اون زمان از مکه به مدینه هجرت فرمود، مهمترین بار این هجرت بزرگ رو او بر دوش گرفت. عزیزترین شخصیت‌های خاندان پیغمبر رو پیغمبر به او سپرد که او با خودش بیاورد به مدینه از مکه. وکالت خودش در مکه را به او داد که امانت‌های مردم را بدهد، قرض‌های پیغمبر را ادا کند، طلب‌های او را جمع آوری کنه و بیاد ملحق بشود به پیغمبر در مدینه. شب هم که بنا بود بریزن در اون خانه و پیغمبر رو قطعه کنن با شمشیرهاشون، او بود که حاضر شد جای پیغمبر بخوابه، خود رو در معرض این خطر قرار بده. شخصیت رو ببینید، عظمت رو ببینید.